گلستانی من با من و همراه منی. یک وکیل دادگستری در تهران روی خط ماست، آقای محمد اولایی‌فرد که برخی از موکلین ایشون در زندان هستند و خود ایشون هم مثل برخی از وکلای دادگستری به دادگاه احضار شده بودند و یکی از وکلای خود ایشون هم باز در زندان هست، آقای عبدالفتاح سلطانی. از موکلین ایشون آقای ابوالفضل عابدینی هست، روزنامه‌نگار جوان ایرانی در زندان. خوزستان هست آقای رفعت، شنیدیم جایزه ای رو دریافتی خودشون رو به همکارانشون تقدیم کردن، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران از جمله ابوالفضل عابدینی و بقیه. این موضوع رو امیدوارم شنیده باشید. سلام میگیم به شما آقای اولایی‌فرد. بله، بندم درود میفرستم به جناب عالی و همچنین مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای حکمت، در خدمتتون هستم. آقای اولایی‌فرد، از وضعیت موکلین خودتون به ما بگید، از وضعیت آقای عابدینی بگید، چرا بازداشت شده، در چه وضعیتی به سر میبره که کم و بیش شبیه وضعیت روزنامه‌نگاران دیگه است و بقیه بازداشت شدگان در هفته‌های اخیر. بله، البته تعداد موکلین که زیاد هستش، ولی من سعی میکنم که نام چند نفر و وضعیت چند نفر رو در این فرصت زمانی کوتاه اعلام بکنم. آقای ابوالفضل عابدینی که خبرنگار و فعال حقوق بشر هستند، در روز سه‌شنبه 9 تیر ماه 88 در اهواز در منزل یکی از دوستانشون دستگیر میشن. همون موقع به بازداشتگاه اطلاعات برده میشن و پس از 2 روز که از اتهامات اقدام علیه امنیت و همینطور تبلیغ علیه نظام بهشون تفهیم میشه و ایشون در واقع نمیپذیرن این مسئله رو، بعد در واقع طبق اخباری که من دارم شروع میشه به این که در واقع از ایشون اعترافاتی به طرز فجیعی از طریق شکنجه گرفته بشه. بنابراین در حدود 5 الی 6 روز ایشون به طرز فجیعی مورد ضرب و شتم توسط کاوه و سیمای و تسمه‌های کولر و مشت و لگد و فحاشی و حد که حرمت به خودش و مادرشون قرار میگیره. در نهایت ایشون صحبت‌هایی رو در واقع انجام میده اونجا و پس از اینکه این در واقع اقداماتی که نقض حقوق بشر هست برای یک متهم در تاریخ 30 تیر ماه در واقع تحویل زندان سپیدار میشه. ایشون از نظر جسمی بسیار وضعیت بسیار بدی داره، چندین کیلو کم کرده، قلبش ناراحت هست، دارویی به ایشون داده نمیشه مگر اون داروهایی که خودش موقعی که دستگیر شدن به همراه داشته. وقتی اون داروها هم تموم میشه، داروهایی که از زندانی‌های قبلی بوده و میزان درجهش به ناراحتی ایشون نمیرسیده به اونها داده میشه و من به صفحه‌ای که در اهواز داشتم به رئیس زندان این موضوع رو اطلاع دادم و نامه سرگشاده‌ای به دادستان اهواز نوشتم و در نهایت سعی و کوشش کردیم که هرچه زودتر این موکل آزاد بشه. همینطور آقای کوروش زعیم که عضو شورای رهبری جبهه ملی هستن، ایشون هم 31 خرداد ماه ساعت 1 بامداد در منزلشون دستگیر میشن. اتهام ایشون هم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت هستش و در حال حاضر در سلول انفرادی به سر میبرن. و همینطور آقای ناصر فریدی، ایشون هم 24 خرداد ماه 88 در خارج از منزل دستگیر میشن که ایشون عضو شورای مرکزی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بودن. همینطور آقای پیمان عارف، اولین دانشجوی ستاده‌دار و محروم از تحصیل که در رشت در خدمت سربازی به سر میبردن و اونجا دستگیر میشن، به تهران منتقل میشن و در حال حاضر در زندان اوین هستن. و آقای
مجید دوری که در قزوین دستگیر میشن و ایشون هم در زندان اوین هستن که دانشجویان دانشگاه علامه هستن. به شما باز خواهیم گشت، اما امروز در این ساعت که 3 مرداد هست، آغاز 3 مرداد هست، آقای حکمت قطعا اطلاع دارید سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ ایرانی هست. 9 سال پیش در چنین روزی 3 مرداد در ایران درگذشت احمد شاملو که هیچ کلامی جز سادگی شعر خود شاملو به گفته بسیاری از شعرشناسان تفسیر کننده و بازتاب دهنده نگاه شاملو به هستی، جهان پیرامونش و بازتاب دهنده عمق شعر احمد شاملو نبوده و نیست. احمد شاملو. دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنم. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می‌دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در میکوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروز مست سور اعضای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. خب آقای حکمت، پرسش اینه چرا اینقدر خشونت؟ این لازمه دوام عمر هر نظامی است که زندگیش، رفتارش، سیاستهاش با خواستها و امیال و آرزوهای مردمش در سازگار نباشه. رژیمی که محروم باشه از حمایت مردم طبیعتاً باید این مردم رو به قدرت چوب و زور و شکنجه و زندان آرام بکنه، چنان که کرده بود در این 30 سال، البته به استثنای مقاومت ها و پیکارهایی که دانشجویان ایران، زنان ایران در این سالها در نقاط مختلف کشور برپا کردند، سرکوب شدند. و امروز هم چون این اعتراض ها و مقاومت ها یک بار دیگر سر بلند کرده و به اوج خودش رسیده، طبیعی است که این نظام هم باید با خشونت بیشتری رفتار بکنه با این معترضین، برای اینکه معترضین به این رژیم فقط محدود به کسانی که به خیابان ها میآیند نیست، به هیچ وجه، با هیچ حسابی. اکثریت قریب به اتفاق مردم بر اساس حکم منطق، بر اساس شواهد و قرائنی که داریم، بر اساس نوع زندگی که میکنند و فشاری که بر اینها وارد میاد، باید طبیعتاً و هستند مخالف رژیم جمهوری اسلامی باشند. این تنها بخش کوچکی از این جمعیت است که به خیابان ها میاد و با این شجاعت و شهامت جلوی سرنیزه و چماق و تیر میسته. فی الواقع مشروع نبودن رژیم و تنها منزوی بودنش در میان ملت به نحوی شده، به درجه رسیده که از میان خودش، از همکاران خودش، از کسانی که از بانیان انقلاب بودن، از پدران انقلاب بودن، فوج
دارند میگریزند از این رژیم و سعی میکنند به صفوف مردم بپیوندن. شمارشون زیاده و هر روز هم به شمار اینها اضافه میشه و این مهمترین دلیل است برای اینکه این نظام مشروعیت و پایه و پایگاه در جان مردم نداره و خشونت آخرین چاره‌اش. چاره است؟ چاره فکر میکنن آخرین چاره است. البته ممکنه با خشونت بتوانند این سیل خروشان اعتراض مردم رو عقب بشینن، ساکت کنن تا مدتی، ولی به نظر من این جنبشی که برخواسته شده هرگز به کلی ساکت نخواهد شد، به کلی خاموش نخواهد شد و تا وقتی که این رژیم رو به عقب ننشانده و از تخت قدرت پایین نیاورده من فکر نمی کنم ایران روی آرامش ببینه. آقای اولیایی فت، پرسش من از شما اینه که چه امیدی هست برای آزاد شدن موکلین شما، ابوالفضل عابدینی، پیمان عارف، آقای کوروش زعیم و بقیه؟ امیدی دارید به زودی آزاد شن؟ وعده هایی داده شده بر اساس قانون موجود موکلین شما آزاد بشن؟ ببینید، در مورد آقای ابوالفضل عابدینی با توجه به اینکه ما اقداماتی که در اهواز انجام دادیم امید داریم که البته ایشون در هفته آینده آزاد بشن به قرار وثیقه در واقع 400 میلیون ریالی. اما در مورد آقای زعیم و آقای عارف و آقای ناصح و آقای مجید دوری در واقع اینها بازداشت موقت خوردن 2 ماهه و هنوز در واقع خبری از آزادی اینها نیستش. بس این هستش که ما به طور حقوقی و عرض کنم حضور شما طبق موازینی که در قانون اساسی هست و قانونهای عادی که برای متهمی حق و حقوقی قائل شدن در واقع در اون مسیر گام میذاریم. اما شرطش این هستش که طرف مقابل ما هم تمکین به قانون بکنه. متاسفانه الان ما طبق قانون جلو میریم ولی مراجعی که دستگیر میکنن یا مراجعی که محاکمه میکنن اونها قانونا برخورد نمیکنن. برای همین هستش که ما البته امیدمون رو از دست نمیدیم ولی چندان به دادرسی ها، به دستگیری ها، به بازجویی ها به طور قانونی امیدوار نیستیم. ببینید واقعا ما میتونیم اگر ایران اجازه بده به نمایندگان سازمان ملل، به کمیساریات عالی حقوق بشر، اونها بیان در تهران، ما مدارک خودمون رو ارائه بدیم، ما واقعا به حاکمیت ثابت میکنیم که در واقع شما که میگویید که نقض حقوق بشر در ایران وجود نداره، شما که میگویید قانون اجرا میشه و نابرابری نیست و این مسائل همه ساخته و پرداخته در واقع کسانی هستش که با حاکمیت عناد دارن، اما ما به طور قانونی با پرونده هایی که داریم ثابت میکنیم که در ایران بیشترین نقض حقوق بشر میشه در تمام موارد، در مورد کارگران که فقط حقوق معوض خودشونو میخوان، در مورد دانشجویان، در مورد زنان، در مورد اقلیت‌های بهایی. الان تمام آرایی که من دارم از چندین نفر، میتونم 10 نفر از موکلین بهایی من که ممنوع تحصیل شدن رأیش در دست منه. چگونه اینها میگن که ما در واقع در کشورمون نقض حقوق بشر نداریم؟ یا در مورد یک بهایی که الان در حال حاضر در زندان هست و فقط خواسته زمینش رو بگیره و گفته زمین رو بر نمیگردونیم مگر اینکه ببخشی و ایشون نبخشیده و الان بعد از مدتی سلول انفرادی دادگاهش داره برگزار میشه. خب ما چگونه باید به حاکمیت اعلام بکنیم که شما دارید نقض حقوق بشر میکنید؟ ما مدارک داریم، ما شواهد داریم. بنابراین اگر واقعا روزی حاکمیت جرأت این رو به خرج داد که آزادانه بیایید بگید که آقا ثابت بکنید که ما نقض حقوق بشر داریم، ما از عهده این کار برمیایم و با نمایندگان سازمان ملل، کمیسار عالی حقوق بشر پرونده هامون رو میکنیم، شواهد زنده و مدارک داریم. بنابراین ما قانونی جلو میریم به شرط اینکه اونها قانونی رفتار بکنن که متاسفانه اینطور نیست.
سپاسگزار هستیم آقای محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری در ایران. با سپاس بسیار از شما آقای اولیایی فرد. بله آقای دکتر حکمت، در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد، ولی کم کم باید به استودیوی خبر بریم.